سلام بچه‌ها، خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. امروز یه آهنگ جالب دیگه از آقای سفر محمد آوردیم. چرا؟ چون توی آهنگی که از سفر محمد ریاکشن رفته بودیم گفتن این خیلی آهنگ ماکارنا رو پیشنهاد داده بودن. من دیدم کلی کامنت از ماکارنا اومد، گفتیم بریم ببینیم که ماکارنا سفر محمد چطوریه. برو بریم. برو بریم. Let's go. ماکارنا رو کلا اشتباه نوشته بود اونجا. جات اینو اونه دیگه پسر است. پسر صداش باحال بود، جالب بود. اوه چه جالب. خیلی شباهت زیادی با یکی از آدمایی که میشناسم داره. قیافه ای بیادی من در سایه سبزی درخت. آفرین، چه خوبه، آفرین. بیا بگیر زیر دست من تیکتی بخت. چی؟ بیا بگیر ز دست من تیکت بخت. تیکتی بخت. چقدر عزیزی از برای من. به لوگو ماکارنا. شیرین میخونه. آره خیلی خوبه، استایلش هم جالبه. بشنوی یا نه عزیزم تنینی هر صدای من. میگه میشنوی یا نه هر تنینی از صدای من. تنین اصلا تو شنیدی تا دو عمرت؟ تنین صدا. ماه من روشنی بیدی تو بر سمای من. به ماه من روشنی بده تو بر شبای من. ماه من عینکش شبیه عینک تو عزیزم که من میزنم. رونی پشتی رو زنی بر شیشه دیر میزنی زنی بر شیشه. بارون پشتی رو زنی بر شیشه دیر میزنی. بارون پشت چی؟ بارون پشت شیشه میزنی؟ نه دیگه یعنی؟ نه دو تا چیز گفت، اون دومیش بود روی شیشه میزنی. از ابری امید و وفا با تو دور از درد و غمم عاشق ترینی عالمم. به واقعا چه شعر قشنگی داره. بچه من پاز میزنم چون اینکه بفهمم چی میگه و بگم بازگو کنم برای عزیزم. دوم اینکه به خاطر اینه که قوانین کپی رایت نمیذاره ما زیاد استفاده کنیم. دارم کن بر من جفا. بر من یه سبک خفنه واقعا، یه سبک مدرنیته و جالب و یه سری کلمات انگلیسی هم تو فارسی استفاده میکنه. دقیقاً خیلی متفاوته و سخته. مثلا تو گفت تیکت بخت من. تیکت بخت من دست توست. باران بزن باران باشه. به بچه باحال، خیلی خوبه، آهنگ قشنگیه. دقیقاً. وحی مینا بکشا باران چشمی گریان. اینجاش نفهمیدم چی گفت. منم چشم برخواب عاشقتم. میبینی عزیزم، خب زیاد متوجه نمیشه اینو چون سخته. تیری دیدار تا ابد با من بیمون در مصرع باران. چه جالب. گفت تو با من بمون تا ابد با من بمون در مصرع باران یا مزرعه باران. شبیه شیرین حاجی پور شد اینجا. آره خودش من بیرقص در زیر این بارون. میگه تا سحر با من برقص در زیر این بارون. بارون پشتی رو زنی برشی. بارون پشت روزنی. بارون پشت رازمی یا روزمی.
میتونه بارونو پشت شیشه دیر میزنی از چی گفت این تیکر رو جون تو کامنت کن خدا وکیلی. ابری امید و وفا میدونی که واقعا یکی از خوش‌تیپ‌ترین رپر خواننده هایی که توی تاجیکستان دیدم. دقیقاً همه چیش مدرن و تمیزه، با کلاسه. با تو دور از درد و غمم عاشق ترین عالمم یار من عاشق ترین عالمم. حالا این دومین ویدیوییه که داریم ازش میگیم، باید بیشتر بریم ببینیم که اونجاها چجوریه. اونجاها به نظر من خفنه. را مکن بر من جواب. میدونی چیه؟ این بذارید بگم این یه داستان جالبی هست که ببین الان نگاه، ما این سبک صحبت کردن تو ایران تو خواننده هامون نداریم. تو چه خواننده هایی داریم؟ تو سنتی هامون داریم. فرض کن تاجیکستان زبونشون جوریه، اومده حالت خوندن سنتی ما رو به یه آهنگ مدرن تبدیل کرده. الان اینو میگه باران بر شیشه میزنی و فلان و میدونی کتابی صحبت میکنه. خیلی جالبه برام. خواننده های ما هم همچین چیزایی هست ولی کم استفاده کنن. لگو مکرینا چقدر عزیزی از برای من. این آره لگو مکرینا میگه لگو مکرینا، نگاه کن مکرینا چقدر عزیزی از برای من. چه جالب. نشونوی و نه عزیزم تنینی هر صدای من مای من روشنی بیدی تو میگه اینطوری بیا های های بر سمای من مای من مای من. خوشگل شده واقعا. آره خرابش کردم. این حاج خانوم هم خوشگله هر دفعه هم یا این بود نه اون یکی دیگه بود. آره اون یکی دیگه بود. همه چیش قشنگه واقعا. موزیک ویدیوش هم قشنگ بود. خیلی جاهای مختلف با استایل‌های مختلف خون و خیلی قشنگ بود. آره همین الان خودش این جلوه تصویر گاز ولی انگار شیلنگه، بارون نیست. این اون تصویرش خیلی آشنا بود، روی کاور اون آهنگش بود. نشسته بود تو ماشین، آشنا بود الان. ببین چقدر خفن داره این کار رو میکنه. رد و برقای باحالی میندازه رو لباسش. یقه اسکی. من یقه اسکی دوست دارم. به میاد تو برم آشنا. اینم از آهنگ سفر محمد به اسم ماکارنا. خیلی خفن بود. من واقعا 10 از 10 بهش میدم، به خاطر اینکه هم ریتمش باحال بود، هم صداش قشنگ بود، هم شعرش قشنگ بود، هم موزیک ویدیوش قشنگ بود، هم همه چیز قشنگ بود. کامل 10 از 10 رفت دیگه. این رفت توی یکی از بهترین آهنگایی که از تاجیکستان دقیقاً. تو هم همینطور؟ دقیقاً. از همه دوستش داشتی؟ چون سخته دیگه، مثلا هم بتونی ارتباط با یه آهنگ خارجی باری که حالا درست زبان اون یکیه. این کیه؟ شایانیه. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. خیلی خوشحال میشیم که ویدیوهامون رو برای دوستاتون هم بفرستید. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.